الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. پروردگار عالم این ماه شعبان مبارک از سر ما و شما بخیر و بخوبی و بخوشی سپری داشته باشه و دعا میکنیم اللهم بلغنا رمضان، پروردگارا ما را به رمضان برسان. عزیزان و بزرگواران، گفتیم که در این هفته ها من و شما استقبال از رمضان، ارتباط به این که چگونه از ماه مبارک رمضان استقبال داشته باشیم. رمضان ماه نزول قرآن هست و ما هم به خاطر که استقبال خوبی از روزه داشته باشیم قرآن را باید بشناسیم. گفتیم که موضوع ما عبارت از شناخت قرآن، فضائل قرآن، هدف از نزول قرآن هست. در هفته گذشته پیرامون معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قرآن اشاره کردیم، ارتباط به نزول قرآن و اینکه معنای نزول و مفهوم نزول و انواع نزول اشاره نمودیم. در ادامه بحث شناخت قرآن قرار داریم عزیزان من. امروز در ادامه بحث هفته گذشته پیرامون چگونگی نزول قرآن چگونه نازل شد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در قرآن اشاره میکنه و میفرمایه: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء. در این آیه مبارکه سه حالت وحی را بیان میکنه. قرآن چگونه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل گردید. در این آیه سه حالت بیان میشه و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موضوعات دیگری هم یا انواع دیگری هم بیان شده و اشاره میشه. در ابتدای نزول میشه گفت که اولین مراحل از مرحله های نزول وحی بحث رؤیای صالحه هست. بحث رؤیای صالحه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواب میدیدن. همان خوابی که در شب میدیدن مثل فلق صبح، روشنایی صبح به وقوع میپیوست. و الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین. همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عزم و اراده عمره را گرفتن، الله سبحانه و تعالی در خواب اونها آورد: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. و انبیاء علیهم السلام وقتی خوابی میبینن، خواب اونها جزء همان
از انواع وحی هست، نوعی از انواع وحی هست. مثل ابراهیم علیه السلام وقتی خواب میبینه قرآن بیان میکنه اینی ارا فی المنام انی اذبحک، ما در خواب دیدم که تو را ای اسماعیل ذبح کن. خواب انبیاء علیهم السلام. پس رؤیای صالح ابتدا یا بالآخر مرحله یا نوعی از انواع نزول هست. دوم، حضور وحی به هیئت یک مرد. بعضی وقت جبرائیل علیه السلام مثل یک شخص می آمد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و برای از اونها آیات را می گفت و برای اونها وحی را می آورد. چنانچه در حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه و می فرمایه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وحی چگونه نازل میشد و احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی، ملک می آمد شبیه یک مردی. صحابه نشسته بودند، یک بار یک مرد داخل می شد، می آمد در جلسه می نشست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی می گفت و پس بر می گشت. چنانچه در حدیث جبرائیل معروف و مشهور هست که بارها و بارها اشاره کردیم. صحابه نشسته بودند، مرد آمد لباسهای سفید، موهای سیاه و بالاخره خیلی منظم آمد نشست در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از ایمان و از احسان و از علامات و بالاخره نشانه های قیامت و اینها سوال کرد و بالاخره رفت. وقتی که رفت نبی مکرم اسلام به سیدنا عمر فرمودند آیا دانستی ای عمر که این کی بود؟ سیدنا عمر می فرماید الله و رسوله اعلم، خدا و رسول داناتر هست. بعد نبی مکرم اسلام فرمودن این جبرائیل بود که آمد مسائل دین شما را برای شما تعلیم میداد. پس این از انواع وحیه که جبرائیل علیه السلام یا ملکی که الله سبحانه و تعالی تعیین کرده که همان جبرائیل هست ارتباط به وحی می آورد به هیکل و به صفت یک مرد. سوم، ارتباط به نزول وحی، دیدن ملائکه به همان هیئت ملائکگیش. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم 2 مرتبه جبرائیل علیه السلام را به حالت اصلی از او دیدن و بعد می فرمایند که وقتی من جبرائیل را دیدم برای از او چی بود؟ وله 600 جناح، 600 پر داشت، بال داشت. و این حالت جبرائیل را دیدن یک مرتبه در غار حرا در ابتدای وحی و یک مرتبه هم در شب اسرا که به معراج رفته بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جبرائیل به حالت اصلی از او دیده بودن در شب معراج و همچنین در ابتدای نزول وحی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند وقتی آیه را برای من خواند اقرأ بسم ربک الذی خلق، از غار حرا وقتی من میخواستم پایین بشم طرف آسمان نگاه کردم که آسمان ها را پر کرده بود. پس به اینه که این حالت سوم از انواع و یا چگونگی نزول وحی که ملک را به حالت اصلی از او میدیدن که این 2 مرتبه تکرار شده در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چهارم از جمله چگونگی نزول وحی بحث سلسله الجرس هست. سلسله الجرس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند احیانا، ام المؤمنین عایشه روایت میکنه احیانا یأتینی مثل سلسله الجرس و هو اشد علی. سلسله الجرس مثل همین زنگهایی که ما و شما 2 آهنی که به جان هم بخوره یک شرنگست و بالاخره اینها داره. یا تعبیر دیگر یک زنجیره، اگر وقتی ما روی یک سمنت یا بالاخره به دنبال خود کش بکنیم یک صدای داره. این سلسله الجرس هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند بعضی وقت وحی این چنین برای من نازل میشد و سخترین وحی هم همین بود که حالت سلسله الجرس داشت و هو اشد علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال.
وقتی که وزم جدا می شد من حفظ می کردم و می دانستم آنچه که برای من گفته شده بود. پس این حالت و چگونگی چهارم وحی. پنجم الکلام من وراء حجاب که در آیه هم ذکر شد، چنانچه که الله سبحانه و تعالی درباره سیدنا حضرت موسی علیه السلام می فرمایه فلما قضى موسی الاجل و صار باهله. حضرت موسی علیه السلام وقتی که حرکت میکنه با همراه اهل خود و خانواده خود در مسیر راه، الله سبحانه و تعالی او را صدا میزنه و بالآخره قال لأهله امکثوا اینی آنست نارا. خانواده خود در یک جای حضرت موسی علیه السلام نگاه میداره به خاطر اینکه یک آتش پیدا کنه تا خانواده و سرد و سردی خورده بودن گرم بشن. از دور حضرت موسی یک آتش میبینه، میگه شما اینجا بمانید من میرم آتش میارم. خب بحث و داستان این طولانی هست. هدف اصلی و اساسی اینه که وحی بعضی وقت از کجا میشه؟ من وراء حجاب میشه. اینی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جزوة من النار لعلکم تصطلون. حضرت موسی خانواده خود نگاه میداره، اینجا شما بنشینید من برم آتش بیارم، جزی از آتش را بگیرم، شما گرم شوید و مشکل. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره. حضرت موسی علیه السلام رفت که آتش چیه؟ نزدیک شد در یک شله، در یک کوهی و بالآخر وادی مبارک و اینها. آتش دید که درخت هست، داخل این درخت آتش هست و نزدیک شد. وقتی که نزدیک شد من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجره ای یا موسی. اینجا ندا کرده شد به حضرت موسی علیه السلام. چی گفته شد؟ یا موسی اینی انا الله رب العالمین. ای موسی من پروردگار عالمیان هستم. الله سبحانه و تعالی به همراه حضرت موسی علیه السلام وقتی حرف میزنه سخن میگه من وراء حجاب هست که این انواع و چگونگی وحیه که الله سبحانه و تعالی به پیامبران خود خصوصا به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. وحی به نبی مکرم اسلام وقتی که نازل میشد ام المؤمنین عایشه میفرمایند که در هوای سرد، هوا سرد بود، ناگه متوجه می شدیم که چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تغییر میکنه. ما می دانستیم که به رسول معظم اسلام وحی می آید. در او حالت سرد نگاه می کردیم که جبین مبارک عرق داره، یعنی سنگینی به نبی مکرم اسلام پیش می آمد. حتی به بالای مرکبی که سوار بودن، حتی کمر مرکب خم می خورده، پایین می آمده که این همان ثقل و سنگینی وحی نشان می داد که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شد. پس این به طور خلاصه و فشرده چگونگی وحی که باید یک جوان مسلمان بفهمه. الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرده. این قرآن چگونه نازل شد؟ به چی وقت نازل شد؟ به چند وقت نازل شد؟ توسط کی نازل شد؟ خب جبرائیل علیه السلام. چگونه نازل شد؟ به چی طریق نازل شد؟ جبرائیل علیه السلام بعضی وقت به حالت اصلی می آمد، بعضی وقت به حالت یک مرد می آمد. جبرائیل علیه السلام بعضی وقت وحی به حالت سلسله الجرس می آورد. جبرائیل علیه السلام بعضی وقت وحی من وراء حجاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آورد. موضوع دیگری که ارتباط به شناخت قرآن هست اسماء قرآن هست. اسماء، نامهای قرآن. هر قدر که ما بخواهیم یک فرد را بشناسیم میبینیم که نامها چند نام داره، چند نام. هر قدر که نام به هر شیء اضافه شد انسان متوجه میشه که واقعا فلانی شخصیت مهمیه که 10 تا القاب داره. 10 تا القاب که داره نشانه اینه که به یک جایی رسیده دیگه. یک نفر اگر 4 القاب داشته باشه جایگاهی و نسبت به 2 القاب اینها مهمه. یک نفر هست وقتی که حافظ قرآن میشه میگن قاری، وقتی عالم شد میگن مولوی، وقتی شیخ الحدیث شد میگن شیخ الحدیث، وقتی دکترا رو گرفت میگن که دکترا. هم هکذا یک نفر میبینیم که دکترا داره. به خاطر چی؟ به خاطر که دوره لسان سرتیر کرده، دوره ماستریر گذشتانده، بعد رسیده به دکترا. پس بناهن یک نفر وقتی مراحل
مراحل در راه علم و دانش و اینها. یک نفر عابد و زاهد و متقی و پرهیزگار، میگن فلانی عابد زاهد متقی پرهیزگاره، جود و سخاوت و بخشندگی داره. هر قدر که وقت القاب یک نفر اضافه شد انسان متوجه میشه، عابد هست ماشاءالله، زاهد هست ماشاءالله، متقی، جود و سخاوت داره، صابره، فلانی عابد صابر، جود و بخشندگی داره. خب اینا همه نشانه. پس ما هم وقتی که میخوایم قرآن رو بشناسیم نگاه کنیم این قرآن چند تا نام داره. از روی نامهای قرآن ما قرآن رو بیشتر متوجه میشیم که این چگونه کتابی هست که باید توجه ما به این بیشتر و بیشترتر بشه. نامهای قرآن زیاده، نامهای قرآن زیاده. بیش از 50 نام علما و مفسرین از لابلای خود قرآن گرفتن و برای ما بیان کردن که به نمونه از اون نامها اشاره میکنیم. یک نام قرآن القرآن. القرآن. خب این قرآن چی معنا؟ قرآن به معنای ترجمه و لغوی و اصطلاحی رفته گذشته گفتیم به معنای خواندن، از قرأ یقرأ یا مقروء خوانده شده. این کتابیه که خوانده شده. چگونه خوانده شده؟ یعنی برای ما چنان سلیس و روان هست که جبرائیل علیه السلام وقتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرآن را نازل میکنه و بعد میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر. این قرآن خیلی آسانه، این قرآن خیلی سلیسه، روانه. پس این معنا رو میرسانه که قرآن به معنای مقروء خوانده شده. دوم الفرقان، نام مبارک قرآن هست. فرق بین حق و باطل، خیر و شر، خوب و بد از کجا میشه؟ از لابلای همین قرآن میشه. الذکر، قرآن ذکره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این ذکر نازل کردیم و از این ذکر حفاظت میکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط ذکر این قلب را مطمئن میکنه. کدام ذکر؟ ذکر الله سبحانه و تعالی که بالاترین ذکر قرآن هست. پس به این عزیزان و بزرگواران التنزیل نام مبارک قرآن هست. این نازل شده، این تصنیف و اثر و تألیف و اینها نیست. التنزیل، الکتاب، بحث نوشتن رو به یاد ما میاره. المبین، کتاب یعنی واضح و آشکارا. من سریع میگذارم چون هر کدام اینها در آیات قرآن اگر بخوایم یک آیات رو ذکر بکنیم خب وقت اقدر اجازه نمیده. الصراط المستقیم نام قرآن هست. وقتی الله سبحانه تعالی میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما، این راه راست من هست. و هر روز ما و شما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست ببر، به راه صراط المستقیم ببر. این کدام راهیه؟ راه قرآن هست. الصراط المستقیم نام قرآن هست. الفصل، فصل یک چیزی که بالآخره باز هم مثل همان فرقان بین حق و باطل وقتی جدایی میاره همین قرآن هست. السراج، قرآن چراغ هست. میخوایم از تاریکی نجات پیدا کنیم به سراج چنگ بزنیم، به چراغ چنگ بزنیم که قرآن هست. الحکیم، بهترین حکم کننده هست. النبأ، بهترین اخبار برای ما داره، بهترین اخبار. ساعت 6 تا شام یا 7 تا شام یا 8 تا شام یک ساعت میگیم فلان تلویزیون و رادیو رو بگیریم که خبرار میگه. کدام خبرار میگه؟ خبرایی که امروز واقع شده. اما قرآن برای ما بهترین خبر میده. 5000 سال قبل به ما خبر میده، 10,000 سال قبل خبر میده، از وقت حضرت آدم به ما خبر میده. خب از پشت سر از اینها که خبر داد از گذشته، نبأ بهترین خبر داره، بهترین خبر از آینده داره. امروزه آیا یک تلویزیونی، رادیوی، اخباری هست که بگه 10 روز بعد چه کار میشه؟ 20 روز بعد چه کار میشه؟ 1 سال بعد چه کار میشه؟ قرآن از 1000 سال بعدم برای ما و شما میگه که چه کار میشه. قرآن از برزخ میگه، از قبر میگه، از حشر میگه، از میزان و حساب و کتاب میگه، از بهشت میگه، از جنت میگه، از دوزخ میگه. پس النبأ، میخوایم اخبار ما قبل و ما بعد رو واقف بشیم.
قرآن عظیم الشان هست که این نامیونه. قرآن به این اوصاف مزین هست، النبع، الصدق، همه اینها کلام الله، کلام الله هست که نام قرآن هست. الروح نام قرآن هست. القول سخن نام قرآن هست. المجید بزرگ نام قرآن هست. العزیز، الحکیم، الصدق، المبارک، العلم، اینها نامهای قرآن هست. الهدا، میخوایم هدایت بشیم، قرآن میگه من هدا هستم، هدایت هستم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن میگه من رحمتم، میخوایم رحمت شامل حال انسان بشه. ما وقتی که به یک طبیب مراجعه میکنیم، به یک طبیب، قرآن یک طبیب هست، از جانب طبیب حقیقی آمده، کلام طبیب حقیقی که الله هست قرآن. پس به اینه که ما وقتی به یک طبیب مراجعه میکنیم میگیم پیش فلان دکتر برو که متخصص چشمه، پیش فلان دکتر برو که متخصص گوشه، پیش فلان دکتر برو که متخصص داخلیه، امراض فلان و فلان و فلان. قرآن برای ما میگه من هم تخصص دارم. قرآن میگه یک تخصص من هدایته. میخوای هدایت بشی به من مراجعه کن، میخوای عزیز بشی با عزت بشی به من مراجعه کن، میخوای رحمت شامل حالتو بشه به من مراجعه کن، میخوای که بالآخر صدق و صداقت و زیبایی همه شامل حالتو بشه بیا به من مراجعه کن. المبارک، میخوای انسان مبارکی بشی به من مراجعه کن. پس به اینه که قرآن الموعظه، قرآن موعظه هست. نگاه کنیم بعضی وقت تفسیر رو برداریم یا به درس یکی از علمایی که درس تفسیر داره بنشینیم به این نیت که ای قرآن تو کتاب موعظه هستی، آمدم که امروز مرا موعظه کنی، امروز مرا نصیحت کنی. نصیحت های قرآن الشفا، قرآن شفا هست. و ننزل من القرآن ما هو شفا، به امراض ظاهری و باطنی قرآن شفا هست، به امراض بالآخر جسمی و روحی قرآن شفا هست. الشفا، البلاغ، البشیر، النذیر، البصائر، النور، حبل الله، احسن القصص، احسن الحدیث، برهان، قیم، اینها همه نامهای مبارک قرآن هست. بهترین قصه های قرآنی هست. احسن القصص، احسن القصص، بهترین سخن قرآن هست. بهترین سخن ماییم به قرآن مراجعه کنیم، بهترین داستان و قصه میخواهیم به قرآن مراجعه کنیم. پس بناءً بهترین دلیل برهان به قرآن مراجعه کنیم. اینها عزیزان من نامهای و اسماء زیبای کلام پروردگار عالم بود که به طور خلاصه و فشرده اشاره کردم. بر محمد و آل و اصحاب محمد صلوات. بحث ما ارتباط به شناخت قرآن هست. اسماء قرآن و نامهای قرآن را دانستیم. وقتی که ما اسماء قرآن را بفهمیم، نامهای قرآن را بفهمیم، آن وقت متوجه میشیم که این کلام پروردگار دارای همه زیبایی ها، دارای همه خوشبختی ها و برای منفعت بشر و به خاطر تعالی و ترقی بشر نازل شده. جمع قرآن، جمع‌آوری قرآن، چون بحث ما شناخت قرآن هست. قرآن چگونه جمع شد، چگونگی نزول فهمیدیم، چگونگی وحی دانستیم. حالا جمع‌آوری قرآن، خود جمع قرآن، جمع‌آوری قرآن، جمع وقتی که در بحث قرآن میایه به دو معنا هست. جمع به معنای حفظ قرآن در سینه ها و کتابت قرآن و جمع قرآن در چی؟ در حروف و کلمات، که جمع قرآن هست. ارتباط به جمع اول، جمع چیه؟ جمع قرآن در قلوب و صدور. جمع دوم قرآنی در صحف و سطور. صدور جمع صدر و سطور جمع سطر که نوشتن هست. یک جمع قرآن هست که در سینه ها جمع میشه و یک جمع قرآن اینه که در سطر جمع میشه. در این جمع ما حافظان قرآن که هستن.
قرآن چکار شده؟ در سینه های اینا جمع شده. یک جمع قرآن که در سینه ها هست. جمع دوم قرآنی که در البری گذاشته هست جمع شده. اونجا هم 30 جز هست، در سینه هم 30 جز هست، سینه حافظان قرآن. پس جمع قرآن به این که بفهمیم و بدانیم جمعی که به معنای حفظه، در ابتدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن نازل می شد. وقتی که به رسول الله قرآن نازل می شد، اولین کسی که قرآن را در سینه خود جمع می کرد کی بود؟ نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. اول قرآن در سینه پیامبر جمع می شد. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. قرآن بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمعی که در قلوب و صدور بود، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه‌ای که اونها تلاش می‌ورزیدن که قرآن را حفظ کنن، تلاش می‌کردن که قرآن در سینه اونها جا بگیره. تمام مسابقه صحابه بر حفظ قرآن بود، بر فهم قرآن بود. ذوق صحابه به این بود وقتی میشنیدن که یک صحابه 2 جز قرآن حفظ داره، میگم من باید 3 جز قرآن حفظ داشته باشم. یک صحابه 5 جز قرآن حفظ داره، میگم من باید 10 جز قرآن حفظ داشته باشم. فلان صحابه حافظ قرآن شده، صحابه دیگه تلاش میکرد تا من هم حافظ قرآن بشم. این تنافس، این مسابقه، این بین اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. جمع زیادی از صحابه حافظ قرآن بودن. مثلا از میان مهاجرین اگر حافظان قرآن رو بیان بکنیم، تعداد اینا زیاد هست بین مهاجرین و انصار. به طور مثال خلفاء الراشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی حافظ قرآن بودن. سیدنا طلحه، سیدنا سعد، سیدنا عبدالله ابن مسعود، سیدنا حذیفه و سالم مولای حذیفه و همچنین سیدنا ابو هریره، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عمرو ابن عاص، پسر عمرو ابن عاص که عبدالله هست، معاویه ابن الزبیر، عبدالله ابن صائب، و از بین ازواج مطهرات حضرت ام المؤمنین عایشه و حضرت ام سلمه رضوان الله علیهم اجمعین، اینها حافظان قرآن بودند. از بین مهاجرین از میان انصار ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، ابو درداء و جمع ابن حارس، انس ابن مالک و بعض دیگر از انصار و مهاجرین که اینها حافظان قرآن بودن. اینها قرآن را جمع کرده بودن. چگونه جمعی؟ جمع قلوب و صدور. جمع کرده بودن قرآن را در قلب خود و در سینه های خود. جمع دوم که جمع کتابت هست، جمع نوشتاری هست، چند مرحله داره. شاید به بعضی از عزیزان این بحث ها به این منبر خسته کن بیایه، چون این منبر همیشه جوش و خروش و فریاد و سیاست و اینها بوده و بالاخره. اما عزیزان من، 2 هفته قبلم اشاره کردم، ارتباط به سیاست هرچی بود گفته شد، هرچی که لازم بود بیان شد. باز هم در آینده هر موضوعی که مرتبط بشه بیان میشه، اما شناخت قرآن از همه مهمتر است. شناخت قرآن. ما امروز قرآن رو درست نشناختیم. امروز جوان مسلمان میره فول انگلیسی یاد میگیره، کار بدی نیست، خوب کاریه، اما در کنار از این قرآن رو باید بفهمه. حافظان قرآن صدر اسلام از بین مهاجرین کیا بودن؟ اگر یک جوان مسلمان رستاده کنن و بالاخره بپرسن 2 تا از حافظای قرآن مهاجرین نام ببرید، 2 تا از حافظای قرآن انصار نام ببر، باید بفهمه. چون همین دین از صحابه برای ما رسیده، از اصحاب پیامبر اکرم، شاگردان اولیه مکتب اسلام بودن. پس به این عزیزان و بزرگواران، شناخت قرآن خیلی مهمه که ما باید بفهمیم. گفتیم که ارتباط به استقبال از رمضان این 3 بحث داریم: شناخت قرآن، فضائل قرآن، هدف از نزول قرآن. هدف از نزول قرآن. جمع دومی جمع کتابت هست. بین جامعه ما و شما معروفه، مشهوره که جامع قرآن کی هست؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. عثمان ذوالنورین جامع قرآن، اما درست جامع قرآن هستند،
جامع قرآن. اما به عبارتی که اینا قرآن را جمع کرده باشند چنین نیست. جامع قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. قرآن به 3 مرحله جمع‌آوری میشه. مرحله اول در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همون قسمی که پیامبر اسلام به حفظ قرآن خود اینا حفظ میکردن و صحابه هم تشویق میکردن که حفظ کنن و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن حفظ میکردن و خیلی از صحابه حافظ قرآن بودن. به همان قسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توجه و اهتمامشان به این بود که قرآن جمع بشه. نبی مکرم اسلام کاتبان وحی داشتن. کاتبان وحی رسول صلی الله علیه و سلم در کنار رسول الله نشسته بودن. هر آیه‌ای که نازل میشد رسول معظم اسلام به کاتبان وحی میگفتن که این وحی را چکار کنید؟ بنویسید. کاتبان وحی چی کسانی بودن؟ خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی. خلفای راشدین هم حافظ قرآن بودن، هم جزء کاتبان وحی بودن. ابان ابن سعید، خالد ابن ولید، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، اینها کسانی هستند که معاویه ابن ابو سفیان، اینا کسانی هستند که جزء کاتبان وحی و غیره کاتبان وحی دیگری هم بودن. مهم اینه که اینها افراد موثق و ثقه و بالآخر مورد اعتماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها را صدا میکردن که این آیه را بنویس، در عقب فلان آیه بگذار، در فلان سوره قرار بده. چون گفتیم هفته گذشته که قرآن به یک مرتبه نازل نشد، به تدریج نازل شد. یک آیه از جزء اول نازل میشد امروز، یک آیه از جزء 28 مثلا نازل میشد، یک آیه از جزء 18 نازل میشد. کاتبان وحی مسئولیت داشتن، وظیفه داشتن که چکار کنن؟ آیه را بنویسن و به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله میگفتن که این آیه که نازل شد بنویس در عقب فلان آیه، در فلان سوره، به این ترتیب. و اینهایی که نوشته میشد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این نوشته ها در خانه خود نگه می داشتن و در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. نزدیکترین فرد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از لحاظ اعتماد کاتبان وحی بودن. میخوام نکته را اشاره کنم. معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنهم، حضرت معاویه امیر المؤمنین، خال المؤمنین، امیر المؤمنین حضرت معاویه. امروز چقدر بعضی دشمنها به حضرت معاویه تاخت و تاز دارن، اما حضرت معاویه کینه؟ جزء کاتبان وحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاویه رو میشانن، برای او میگن بنویس. چی بنویس؟ آیات قرآن رو بنویس. یا اوج اعتماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت معاویه و سایر کاتبان وحی و اینها. نکته ای که به این موضوع مربوط میشه بحث اینه که به روی چی نوشتن. شما ببینید امروز چقدر پیش ما قلم، کاغذ، این کامپیوترها، این چاپخانه ها و بالاخره این سهولت هایی که امروز آمده، قرآن رو منوشتن کاتبان وحی. به روی چی منوشتن؟ به چی مشکلات قلمی به دست می آمد؟ به چی مشکلات شیء پیدا می کردن که بالای او بنویسن؟ چنین نبود که بالاخره برن یک 4 بسته کاغذ از بازار بگیرن بیارن. کاغذ نبود در او وقت. چیزی که علما بیان کردن درباره این که روی چی می نوشتن آمده که روی سنگ های نازک و سفید نوشته می شد، روی چوب هایی که اونها تخته خرما بود نوشته می شد، پوست هایی که دباغی شده بود، پوست گوسفند، و بالاخره وقتی که دباغی می شد، پاک می شد، خشک می شد، روی اون نوشته می کردن. روی بعضی استخوان های پهنی که شتر استخوان های کلان که داره، گوسفند استخوان‌های کلانی که داره، روی اونها می نوشتن. و همچنین چوب و یا تخته‌ای که بالای شتر گذاشته میشه روی او می نوشتن. همه این آیات کلام الهی بر روی اینها نوشته میشد و بعداً پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را می گرفتن و در منزل و در کنار خود نگه می داشتن. پس جمع قرآن در اولین مرحله
در چی زمانی شد؟ در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اولین کسی که قرآن را جمع کرد کی بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله قرآن را جمع کردن چگونه؟ توسط کاتبان وحی نوشته می شد و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و در منزل رسول صلی الله علیه و سلم قرار داده می شد. جمع دوم قرآن عظیم الشان در زمان سیدنا ابوبکر صدیق. در زمان سیدنا ابوبکر صدیق بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، رسول الله که از دنیا تشریف بردن، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفه مسلمین میشن، جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در زمان سیدنا ابوبکر صدیق حوادث بسیار تلخ و ناگوار و بالاخره حوادث دلخراش رخ داد. از یک طرف بعضی قبایل انکار کردند که ما دیگه بالاخره زکات نمیدیم، مانعین زکات. از یک گوشه دیگه صدای بلند شد بعضی از مرتدین، از یک طرف دیگه صدای بلند شد صدای مسیلمه کذاب و بالاخره امثال از او ادعای نبوت کردند. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه با او درایتی که داشتن، با او فکری که داشتن، با او همت عالی و بلندی که داشتن و الله سبحانه و تعالی او استعداد در فکر و ذهن سیدنا ابوبکر صدیق گذاشته بود، سیدنا ابوبکر صدیق با تمام این حوادث، با تمام این مشکلات دست پنجه نرم کردن و همه مشکلات حل ساختن، با هر کدام اونها مبارزه کردن. که از جمله مبارزه های سیدنا ابوبکر صدیق با کسانی که ادعای پیامبری کرده بودند که در جنگ یمامه در سال 12 هجری، 12 هجری، الان سال چند هجریه؟ 1442. از 1442 12 کم کنیم چند میشه؟ 1430. 1430 سال قبل. این به این واسطه گفتم که می ذهن جوان ما روشن شد که 1442 1400 چند سال؟ 30 سال قبل جنگ یمامه رخ داده. 1330 سال قبل جنگ یمامه. این جنگ کی بوده؟ سیدنا ابوبکر صدیق صحابه روان کردن که با اونهایی که ادعای پیامبری کرده بودن، با مسیلمه کذاب و امثال مسیلمه کذاب، با مرتدین و اینها رفتن جنگیدن. در او جنگ 70 حافظ قرآن، در یک قول میاره که 500 حافظ قرآن شهید شدن. اینجا حرف من اینجا هست. وقتی که بیش از 70 حافظ قرآن یا در یک قول میاره 500 حافظ قرآن شهید شدن، اینجی سیدنا عمر فاروق آمدن نزد سیدنا ابوبکر صدیق که ای ابوبکر حافظای قرآن شهید شدن، حافظای قرآن. این نکته میخوام بگم که در جنگ و جهاد چی کسانی در صدر اسلام ذوقی نبود که شرکت میکردن. از این معلوم میشه که بیشتر حافظای قرآن، چون حافظان قرآن صدر اسلام در کناری که حافظ قرآن بودن عالم هم بودن، عالم هم بودن. در کتابای فقه ما و شما می نویسه که وقتی که چند نفر حاضر بودن چی کسی امامت بده؟ هر کدوم که اقرأ قاری‌تر باشه. آیا امروز هم هر کس قاری‌تر باشه جلوی باشه یا عالم‌تر باشه؟ عالم باید باشه. چرا قاری گفته شده؟ به خاطری که در صدر اسلام هر حافظ قرآن عالم بوده. امروز هم حافظان قرآن بعد از اینکه قرآن حفظ میکنن، خواهشم از اونا اینه که برن در طلب علم، برن به فهم قرآن و علوم قرآنی کسب کنن و عالم دین بشن. در صدر اسلام حافظان قرآن هم حافظ قرآن بودن، هم عالم به قرآن بودن، هم فهم قرآن را درست و صحیح میدانستن و در وقت جنگ و جهاد و مبارزه و اینها در خط اول قرار داشتن. در جنگ یمامه در سال 12 هجری یا 70 یا در بعضی اقوال که آمده 500 حافظ قرآن که شهید شدن، سیدنا عمر آمد به سیدنا ابوبکر صدیق گفت که ای ابوبکر حافظای قرآن خیلی شهید شدن، حافظ کم مانده، مبادا یک جنگ دیگه صورت بگیره کل حافظای قرآن هم از بین برن، بیا قرآن را جمع کن. تا به این زمان قرآن را که نبی مکرم اسلام جمع کرده بودن با چی بود؟ با روی استخوانی بود، با روی پستی بود و بالاخره در بین صحابه تقسیم بود. اگر به خانه رسول صلی الله علیه وسلم هم که تا حیات اینا بود
متفرق بود اما کل قرآن جمع شده بود به این ترتیبی که از الف الحمد شروع تا سین و الناس، اما در مصحف قرار نگرفته بود. تا به وقت مصحفی نبود، صحیفه‌ای نبود، به اصطلاح ما شما به یک داخل جلدی قرار نگرفته بود که یک قرآنی باشه کسی به بغل خود بگیره و بالاخره این طرف و طرف بره. سیدنا ابوبکر صدیق اول قبول نکرد، گفت چگونه کاری را انجام بدم که این کار را پیامبر صلی الله علیه وسلم نکرده، نمیتونم این کار را بکنم. بعد از اصرار زیاد سیدنا عمر و به ای که اجماع صحابه صورت گرفت و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمدن حرف سیدنا عمر را تایید کردن، به اینجا بود که سیدنا ابوبکر صدیق تصمیم گرفت. ببینیم صحابه چقدر دقیق بودن. سیدنا ابوبکر صدیق میگه چگونه کاری بکنم که رسول الله نکردن، در حالی که به این کار تمام مصلحت امت به خیر امت و منفعت امت گذاشته، چگونه کاری بکنم که رسول الله نکرده باشد؟ امروز ما کجا میریم؟ به چی سمت روانیم؟ آیا لحظه که یک کاری میخوایم انجام بدیم فکر کردیم که این کار رسول الله کردن؟ از شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری از بعضی انسان ها وقتی که یک نام میمانه ایتا فکر نکنیم که این نام میت عادی و ساده و اینها. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری 1000 سال میشه، 1000 سال میشه ما میگیم خواجه انصار. خب از زمان خواجه انصار دیگه عالم نبوده، به زمان خواجه انصار عالم نبوده، خواجه انصار استاد نداشتن، شاگرد نداشتن. به می هرات ما شما 10 ها زیارت که استادای خواجه انصارن. چرا الله سبحانه تعالی نام خواجه انصار اینقدر بلند کرده که عرب و عجم و همه خواجه انصار رو میشناسن؟ از حضرت خواجه صاحب یک نقل شده به حضرت خواجه صاحب خربزه آوردن که حضرت خواجه صاحب بخورن. حضرت خواجه صاحب گفتن که به من روایت نرسیده که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله خربزه خوردن یا نخوردن. اگر خورده باشن نمیفهمم که به چی طریق خورده باشن، پس من نمیتونم بالاخره از این استفاده کنم. ولی الله اعلم که چقدر دقیق هست، چون این وحی نیست که بالاخره یا حدیثی باشه که به تواتر ثابت شده، داستان هست. اما اینقدر دقیق بودن، اینقدر دقت داشتن که ما چگونه عمل را انجام بدیم، چگونه عمل. حضرت خواجه صاحب شنیدن که در فلان شهر استازی حدیث درس میده، حرکت کردن، خدا بهتر میدانه چند شبانه روز پیاده رفتن، چند شبانه روز گرسنگی و سختی تحمل کردن، رفتن پرسان کردن از استاد، گفتن استاد در صحرا هستن. رفتن استاد پیدا کردن که استاد در صحرا سرزمینای کشت و زراعت خونه. در همون لحظه مرکب استاد از پیش استاد دور شده، فرار کرده. استاد دمن خور گرفتن، به اصطلاح ما و شما همین حیوان را صدا میکنه. میگه بعد از صدا کردن به اصطلاح ما و شما به اون لفظی که اولاغ یا مرکب اینها صدا میشه، حضرت خواجه صاحب گفتن نگاه میکردن، وقتی که اون مرکب نزدیک شد و این استاد دمن خور یله کردن و مرکب خور گرفتن. حضرت خواجه صاحب متوجه شدن، راه خور گرفتن، برگشتن. صدا کرده فرزند کجا میری؟ گفته آمده بودم به طلب علم و به طلب درس و به اینها، پس میرم. گفتن خود چی شد که درس نمیخوانی؟ گفت کسی که یک حیوان به دمن خالی بازی بده پیش از او درس خواندن لازم نیست. یک حیوان با یک دمن خالی بازی بده من پیش از او درس نمیخوانم. خب شما ببینیم خیلی نکات ظریفیه، نکات بسیار ریزیه. از حضرت خواجه صاحب 1000 سال نام مانده. پس به اینه که از سیدنا ابوبکر صدیق بود که سیدنا ابوبکر صدیق فکر میکردن پروردگارا این کاری که رسول الله نکردن من چگونه بکنم، چگونه انجام بدم، در حالی که سیدنا عمر، مجموع صحابه و جمع صحابه آمدن اجماع کردن. سیدنا ابوبکر صدیق گفت حالی که شما میگیم دیگه درسته، قرآن جمع میشه. به این بود که سیدنا ابوبکر صدیق صدا میکنه زید ابن ثابت که یکی از کاتبان وحیه، برای از دستور میده که با این شرایط، با این ضوابط، با این قواعد قرآن عظیم الشان ترتیب و تنظیم کن با یک مصحف. و به همین بود که زید ابن ثابت قرآن جمع میکنن. به زمان سیدنا ابوبکر صدیق یک مصحف جمع میشه پیش سیدنا ابوبکر صدیق هست، از الف الحمد تا سین و الناس. سیدنا ابوبکر صدیق که از دنیا تشریف میبرن، همین مصحف که مشهور به مصحف امام هم هست،
میرسه به سیدنا عمر. در زمان سیدنا عمر همین مصحف در نزد سیدنا عمر هست. سیدنا عمر که جام شهادت رو می نوشن، از دنیا تشریف می برن، مصحف به دست ام المؤمنین حفصه بنت عمر ابن الخطاب رضی الله عنها میرسه، به دست سیدنا حفصه. به دست سیدنا حفصه هست. بعد از سیدنا عمر کی خلیفه میشه؟ سیدنا عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین میشن. در ابتدای خلافت سیدنا عثمان، در زمان سیدنا عمر هم فتوحات زیاد بود. به ابتدای خلافت، جنجال های سیدنا حضرت عثمان در آخر خلافت اینا به وجود می آید، اما در ابتدا سیدنا عثمان چنان دامنه خلافت و گسترش پیدا کرده بود که فتوحات زیادی از شرق تا غرب در کشورهای عربی، عجمی و بالآخره همه اینها صدای اسلام و ندای اسلام رسیده بود. حالا جمع سوم در زمان سیدنا عثمان ابن عفان. سیدنا عثمان وقتی که فتوحات زیاد شد، در هر محلی، در هر منطقه مسلمان ها به خاطر نشر دین و به خاطر دعوت دین و به خاطر تبلیغ دین به هر طرف پراکنده شده بودند. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پراکنده شده بودند، چون قرآن بر قرائات مختلف یا بر لغات مختلف یا همان حروف، لغات هفتگانه یا حروف هفتگانه نازل شده بود. اینجا هر صحابی که به همون حرف و یا به همون لغتی که قرآن را یاد داشت برای مردم قرآن را تعلیم میداد، تا اینکه قرآن در شهرهای مختلف و بینها برای مردم تدریس میشد. مثلا در شام قرائت ابی ابن کعب بود، در کوفه قرائت عبدالله ابن مسعود بود، در جاهای مختلف، تا اینکه قضیه رسید به مناطق دوردست و این قرائت های مختلف، روایت های مختلف، لهجه های مختلف، لغات مختلف بین مسلمان ها یک سلسله شگاف ایجاد کرد، اختلاف آمد. این میگفت قرائت مسیحیه، این میگفت قرائت فلانی صحیحه. این اختلاف به سرحدی کشید که مفسرین بیان میکنن که حتی بعضی مسلمان ها علیه همدیگر شروع کرده بودن به تکفیر، که اگر این قرائت رو خوندی کافر میشی، اگر اون لغت رو خوندی ایت میشی، اگر این چنین و آنچنان. اختلاف که صدای اختلاف بلند شد، خبر به سیدنا عثمان ابن عفان رسید، به خلیفه مسلمین سیدنا عثمان. حضرت عثمان وقتی که این قضیه رو شنیدن به این فکر افتادن که اگر پیش روی یه فتنه گرفته نشه، این اختلاف بین امت اسلامی به وجود می آید و بعدا هم جمع کردن این خیلی سخته. به این بود که سیدنا عثمان رضی الله عنه دستور میدن، باز کاتبان وحی صدا میکنن که از آن جمله زید ابن ثابت و بعض دیگر دستور میدن که قرآنی که به نزد حفصه بنت عمر هست او را بیاورید، از روی او نسخه برداری کنید. ولی کاری که سیدنا عثمان کردن این بود که با یک لهجه، با یک لغت که او هم لغت قریش، همین قرآنی که امروز ما و شما به دست داریم، همین قرآنی که امروز در سینه ها حفظه، سیدنا عثمان از این چند نسخه گرفتن، یکی پیش خود نگاه کردن، نسخه که حضرت ابوبکر صدیق جمع کرده بود به عمر فاروق رسیده بود، در خانه حفصه بود، پس به سیدتنا حفصه رضی الله عنها فرستادن. و بعدن از این چند نسخه در روایات مختلفه، 6 نسخه، بعضی روایات آمده 5 نسخه، نسخه برداری کردن، یعنی 5 نسخه نوشتن. یکی طرف مکه روان کردن، یکی در مدینه گذاشتن، یکی به عراق روان کردن و بعد اعلان کردن که هر کس دیگه قرآن درس میده، تدریس میکنه، میخوانه، انه همین قرآن هست که با یک لهجه و با یک لغت به لهجه قریش، با همان لغت قریش نوشته شده، جمع شده، ترتیب شده و تنظیم شده و از روی این درس و تعلیم. همین بود که این شگاف، این اختلاف و اینها برداشته شد و از کتاب الله سبحانه و تعالی هم محافظت صورت گرفت که الله می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ای عزیزان من به طور خلاصه و فشرده جمع‌آوری قرآن بود. جمع قرآن 3 مرحله در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
جمع دوم در زمان سیدنا ابوبکر صدیق، جمع سوم مرحله سوم در زمان سیدنا عثمان ابن عفان. بحث ما قرآن شناسی هست، قرآن را باید شناخت. حالا به طور خلاصه و فشرده آداب قرآن را یک اشاره میکنیم که امروز همین بحث شناخت قرآن را تمام کنیم که انشاءالله هفته آینده ارتباط به فضائل قرآن و اگر بتانیم به همان هفته اگر عمر باقی بود اهداف قرآن هم بیان بشه، اگر نشد و بالآخره اهداف قرآن را باز به جلسه بعدی و به جمعه بعدی بگذاریم. آداب قرآن به طور خلاصه و فشرده. قرآن وقتی که میخوانیم، قرآن رو میبینیم، این کتاب نسبت به سایر کتب فرق میکنه. قرآن رو فکر نکنیم که به بعضی طاقهای خانه بعضی میبینیم مشاهده میکنیم خواجه حافظ هم پوش میکنم، قرآن هم پوش میکنم. خواجه حافظ هم به طاق بالا گذاشته، قرآن هم به طاق بالا گذاشته. درسته، من نمیگم خدای نخواسته به دیگه کتابها بیاییم بی‌احترامی کنیم، اما احترام قرآن با هیچ کتابی برابری نمیکنه. هیچ کتابی تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وین ناتمام. نمیشه وصف قرآن ما بیاییم بالاخره وصف کلام الله سبحانه و تعالی را در یک هفته و 2 هفته و 10 هفته بیان بکنیم. تا قیامت میکند قرآن ندا، جاویدانم من به فرمان خدا. به این عزیزان و بزرگواران اقبال لاهوری میگه این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود، چون که جان دیگر شد جهان دیگر شود. امی بهترین قرن که بهترین قرن ساخت قرآن هست. پس به اینه که آداب قرآن از خود آداب داره. اگر اولین ادب قرآن رو بیان بکنیم بحث استماع قرآن هست. به بعضی از محافل و مجالس ختمای قرآن این طرف قاری صاحب قرآن میخوانه، به این طرف دیگه 6 نفر خودی اختلاط میکنه. آداب قرآن الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا قرئ القرآن فاستمعوا، وقتی قرآن خوانده میشه فاستمعوا، گوش کنید، سکوت کنید. ادامه میفرماید لعلکم ترحمون، اگر شما آداب قرآن رعایت کردید مورد رحمت پروردگار عالم قرار میگیرید، مشمول رحمت پروردگار عالم قرار میگیرید. پس آداب قرآن خیلی مهمه. آداب قرآن بعضی به خانه مثلا قرآن گذاشته پوش کرده بالی و گرد نشسته. گرد قرآن تکان دادن از او عبادته. باید روی قرآن گرد بشینه؟ ما اجازه نمیدیم روی تلویزیون گرد بشینه، روی موبایل ما گرد بشینه. جالب این چیه که حتی به روی موبایل ها خو همین موبایل ما ضد ضربه بشه که اگه اقدامی از دست ما مفته که بالاخره. اما قرآن کلام پروردگار عالم، کلامی که به خاطر تعالی و ترقی و خوشبختی ما آمده. موبایل میآید داخل قبر دست ما میگیره، قرآن داخل قبر میآید چراغ میشه، سراج نوره. در صحرای محشر موبایل و تلویزیون و اینا میآید بالاخره قرآن هست میآید. نبی مکرم اسلام میفرماید روز قیامت قرآن شفیع میشه، میآید شفاعت میکنه. پس به اینه که آداب قرآن باز انشالله ارتباط به فضائل قرآن و هدف قرآن خیلی بحث هایی که ما باید اونها رو بفهمیم و متوجه بشیم. پس اولین آداب اینه که قرآن رو وقتی میشنویم سکوت کنیم. سکوت به معنای چیه که ما قرآن رو بشنویم سکوت کنیم؟ به معنای اینه که گوش به فرمان تو هستیم، گوش میکنیم چی میگی تو، سخن تو چی هست. اما برعکس کافرها چه کار میکردن؟ وقتی قرآن تلاوت میشد کفار با همدیگر میگفتن که سر و صدا کنید تا کسی این کلام رو نشنوه، تا کسی این نفهمه. پس به این عزیزان و بزرگواران دوم ترتیل و تجوید و قرائت قرآن. تصمیم بگیریم که قرآن رو یاد بگیریم. بارها و بارهایی گفته شده که الحمدلله میبینم که خواهر و برادر عزم محکم و اراده قوی دارن به یادگیری قرآن. اینایی که از روی یاد نداریم قرآن را از روی یاد بگیریم، اینایی که از روی یاد داریم قرائت و تجوید را یاد بگیریم، اینایی که قرائت و تجوید را یاد داریم قرآن را با ترتیل بخوانیم. به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ورتل القرآن ترتیلا. سوم تفکر در معانی قرآن. از جمله آداب قرآن که میخوانیم
همین قرآن بر چند آیه میگه افلا تعقلون. یعنی چی افلا تعقلون؟ یعنی معنای اینه که عقل ندارید، تعقل نمی کنید. افلا تتفکرون، چرا فکر نمی کنید؟ افلا تشعرون، شعور ندارید. به اینه که الله سبحانه و تعالی ما رو متوجه می سازه که وقت قرآن می خوانیم تفکر و تدبر و اینها داشته باشیم. صریح میگذرم. چهارم عمل به قرآن، عمل به قرآن. پنجم تحکیم قرآن، قرآن رو بر خود حاکم قرار بدیم، بر خود حاکم قرار بدیم. قرآن رو به دست بگیریم بگیم تو حاکم منی، تو امیر منی، من مأمورم، منتظرم که تو چی دستور میدی. همین دستور قرآن چی هست؟ چقدر لذت بخشه که ما قرآن پیش خود بگذاریم. امروزه مثلا یک مرید پیش پیر خود به چی احترامی نشسته یه؟ حرف بدی نیست، کار خوبیه. یک شاگرد پیش بالآخره استاد خود با چی ادبی نشسته یه؟ قرآن وقتی که ما به خانه‌ای که قرآن هست، در جلسه‌ای که تلاوت قرآن هست، در جایی که صدای قرآن هست، به اینه که ما باید متوجه این باشیم که عمل به قرآن، تحکیم قرآن. قرآن میفرماید انا انزلناه الیک بالحق لتحکم بین الناس. این قرآن به اینه که او حاکم باشه، ما او را به عنوان حاکم، به عنوان حکیم، به عنوان تحکیم بالآخر ما باید او را بپذیریم. بهترین داروخانه از جمله آداب قرآن اینه که خود قرآن رو بدانیم و بفهمیم. قرآن شفا هست. به خانه مریض میشه کسی، قرآن بخوانید، سر از سوره فاتحه بخوانید، معوذتین بخوانید، بر خود بخوانید. لازم نیست که بالآخر قریه به قریه دنبال کسی بگردیم. داروخانه پیش ما هست، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. قرآن داخل خانه ما، زن مسلمان حرکت میکنه چند قریه میره پیش یک انسان مزخرفی که قرآن را از روی یاد ندارد، معنا و مفهوم کلمه را نمیفهمه. همین شد. پس به اینه که آداب قرآن. هفتم اینه که لا یمسه الا المطهرون. قرآن را بدون وضو دست نزنیم، لمس نکنیم، تلاوت نکنیم وقتی که از رو میخوانیم. اما از برک اگر کسی تلاوت میکنه که وضو هم نداشته باشه اشکالی نداره. وقت ما رو به اتمام هست عزیزان و بزرگواران، به خاطر که شناخت قرآن، از شناخت قرآن امروز بحث ما به اتمام برسه. به طور خلاصه و فشرده علوم قرآن، تمام علوم قرآن چند چیزه؟ سه چیزه. علما بیان کردن که علوم قرآن، سلف صالح و بزرگان اشاره میکنن که علوم قرآن و علوم قرآنی سه چیزه. چیه؟ توحید، تذکیر، احکام. توحید چیه؟ علوم قرآن توحید اینه که عبارت از معرفت خالق، اسماء و صفات و افعال پروردگار عالم، و معرفت مخلوق هم دلیل بر چیه؟ بر معرفت خالق. توحید. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. تذکیر عبارت از وعد، وعید، عبارت از جنت و دوزخ و مسائلی که مربوط میشه به عقیده و اعتقادات و اینها. این تذکیر هست. والله سبحانه و تعالی میفرمایه و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، که مثال تذکیر هست. و مثال احکام که الله سبحانه و تعالی میفرمایه و نحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. و نحکم بینهم، حکم کن بین اینها آنچه که الله نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم، هوا و هوس اینها را پیروی نکن. احکام چیه؟ عبارت از تمام انواع تکالیف، تکالیف شرعی، نماز، روزه، زکات، حج و مسائلی که مربوط میشه به بحث چی نفع چی ضرر و اوامر پروردگار و نواهی پروردگار عالم. عبدالله ابن مسعود میفرمایه هر کسی که در پی علم اولین و آخرین هست، هر کسی که میخواد علم اولین و آخرین، یعنی تمام علوم که او را به فوز و فلاح و رستگاری و خوشبختی میرسانه، میخواد بفهمه و پی ببره، قرآن رو ورق بزنه، قرآن رو ورق بزن، بخوان، به علم اولین و آخرین دست پیدا میکنی. امام بیهقی از حسن بصری رحمه الله روایت میکنه که حسن بصری فرمودن الله تعالی 104 کتاب نازل کرده.
104 کتاب نازل کرده، کتب آسمانی الله سبحانه و تعالی. علوم همه این 104 کتاب داخل 4 کتابه: تورات، زبور، انجیل، قرآن. و بعد امام حسن بصری رحمه الله می فرمایه علوم 3 کتاب که تورات و انجیل و زبور داخل قرآن هست و خلاصه قرآن و لب و لباب قرآن جمع میشه داخل سوره فاتحه. سوره فاتحه، هر کسی که معنا و مفهوم سوره فاتحه درست و صحیح بفهمه، به تمام جزئیات از او بفهمه و بدانه، معنا اینه که این شخص به کل کتب آسمانی، یعنی به 104 کتاب دسترسی پیدا کرده و همه اسرار و رموز او کتاب فهمیده و دانسته. شناخت قرآن عزیزان من، یک قولی از شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری رحمه الله، قولی هست که نسبت به حضرت خواجه صاحب میدن. ارتباط به قرآن، بعضی وقت سوال در ذهن ما میگرده آیا الله سبحانه و تعالی کل می دریاها، اقیانوس، بحرها میتونه داخل یک کوزه جا بده؟ بله. تمام این دریاها، تمام اقیانوس داخل یک کوزه، بلکه از کوزه هم خوردتر، داخل یک گلاس هم میتونه جا بده. قدرت کامله الله سبحانه و تعالی هست. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری رحمه الله می فرمایند همچون قول امام حسن بصری ولی با یک تفاوت. اشاره میکنن 104 کتاب آسمانی خلاصی و داخل تورات و انجیل و زبور و قرآن هست. خلاصه تورات و زبور و انجیل داخل قرآن هست. خلاصه قرآن داخل سوره فاتحه هست. خلاصه سوره فاتحه داخل بسم الله الرحمن الرحیم هست و خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده با حرف باء بسم الله. ببینید حرف باء بسم الله چی معنا؟ حرف باء بسم الله، حرف باء بسم الله حرفیه که چی گفته شده؟ ای برای الصاق. برای الصاق چی معنا؟ اتصال بنده با الله سبحانه و تعالی و اعراض از ماسوای او. این معنای همی بار میده، اتصال بنده با الله. بسم الله همی با به معنای اتصال بنده با الله. هر کتابی که از آسمان نازل شد برای بشر، به هدایت بشر، به خاطر چی بود؟ به خاطر اینه که همی بنده آشنا با الله باشه، ارتباط با الله بگیره. ببینیم چقدر نکات ظریفی شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری. به همینه که حضرت خواجه صاحب میگم الهی قدرتمندان به قدرت خود مینازد، الهی ثروتمندان به ثروت خود مینازند، عبدالله مسکین با 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم مینازه. کلام پروردگار عالم، هر حرف قرآن یک با بسم الله. این با برای چیه؟ برای الصاق. الصاق چی معنا؟ اتصال بنده با الله. تمام کتب آسمانی هم که نازل شده 104 یا تورات و انجیل و زبور و قرآن، همه به خاطر اینه که انسان وصل بشه با الله سبحانه و تعالی، راه اصلی خود را پیدا کنه. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده تا اینکه قرآن را بشناسیم. شناخت قرآن مهمترین چیز هست. مشمه قطره‌ای بود که برای شما عزیزان ارتباط به شناخت قرآن هفته گذشته و امروز بیان کردم. هفته آینده ان شاء الله فضائل قرآن و هدف از نزول قرآن هست. حالا بندگان ذاکر الله و الذاکرین الله کثیرا، الله سبحانه و تعالی محبوبان خود معرفی میکنه در قرآن، میگه چی کسانی هستند؟ مردان و زنانی که اونها ذاکرند. کسی که ذاکر هست قلبی و بیاد الله هست و از جمله محبوبان الله هست. و الذاکرین و الذاکرات، آیه مبارکه تصحیح اشتباه نشه، ابتدای جزء 22 و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم. کسانی که ذکر میکنن، برادر مسلمان، خواهر مسلمان، تو که ذاکر هستی، هفته گذشته 2 هفته قبل روزانه استغفار میکردی، هفته ای که گذشت به ذکر الله سبحانه و تعالی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر،
و امروز انشالله ذکر دیگی که تعیین بشه، اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله آماده کرده، آماده کرده برای ذاکرین مغفرت، بهشتر و مزد عظیم و بزرگ. این الله آماده کرده، این ما آماده نکردیم، ما نگفتیم. الله یک میگه من ذاکرین رو دوست دارم، الله یک میگه من اهل ذکر رو دوست دارم، الله یک میگه هر بنده من اگر مرا در جمع یاد کرد من او را در جمع ملائکه یاد میکنم. امی که شما امی لحظه الله اکبر گفتیم یاد اللهه. اگر مرا در جمع یاد کرد من او را در جمع بهترتر که جمع ملائکه. اگر مرا بر نفس خود یاد کرد الله میگه من به نفس خود یاد میکنم. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. ذکر امروزی ما عزیزان و بزرگواران دو کلمه هست، به زبان سبکه، نزد الله محبوبه، به ترازوی اعمال سنگینه. دیگه بیشتر چی ماییم؟ به زبان سبک، به نزد الله محبوب، به ترازوی اعمالم سنگین. دو کلمه، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حدیث اخیر بخاری هست، کسی دو کلمه رو بگه، این دو کلمه در حدیث دیگه میاره وقتی به اخلاص از زبان یک مسلمان ای بیرون شد، ملء الارض بین السماء والارض، چنین چیزی آمده بین آسمان و زمین رو پر میکنه، بین آسمان و زمین. قدر ای سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم مرده های قبرستان میدارن که همیشه ایریاد کردم. قدر ای ذکر اونها میدانن که یک بار زنده بشن و بگن سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم. پس به این عزیزان و بزرگواران این که ذکر ما هست روزانه 100 مرتبه ان شاء الله باذن الرحمن. یک نکته که میخوام اشاره کنم، شاید بعضی دوستا تسبیح نداشته باشن، بعضی دوستا یا تسبیح می برقیای ندارن، اما کار ساده و ساده تری که از روی تجربه بالاخره هفته گذشته در ذهنم بود بگم از فکرم رفت، اما الان الحمدلله به یادم آمد. ساعت خود را قید بکنیم، ساعت خود را. مثالی بیان میکنم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. در یک دقیقه که این رو آیسته بگیم، در یک دقیقه 10 مرتبه میگی، 10 مرتبه. اگر باز تست گفتیم که بیشتر هم میشه، حالا 10 مرتبه. خب به چند دقیقه 100 مرتبه میشه؟ 10 دقیقه. ساعت خور قید کنیم، داخل موتریم، داخل زرنجیم، تخت دکانیم، هر جا قصدیم ساعت خور نگاه کنیم 10 دقیقه به 11 مونده تا 12 ذکر کنیم، به 10 دقیقه شد 100 دفعه. یک قدر زمان رو زود متوجه میشیم. 10 دقیقه من 100 دفعه سبحان الله میگم، سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم. این ساعت هایی که رفتم خنده کردم، تلویزیون نگاه کردم، مصروف فیسبوک و فلان و فلان و فلان شدم، چقدر وقت من ضایع شده. از این ناحیه قدر ساعت و زمان خود را متوجه میشیم، ارزش وقت خود را متوجه میشیم. مسئله استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، در یک دقیقه 60 مرتبه گفته میشه. در یک دقیقه این حال ضرب کنیم چند دقیقه 1000 مرتبه میشه که خیلی آیسته بگیم 16.5 دقیقه. 16.5 دقیقه شما استغفر الله استغفر الله. خوب به عمق استغفر الله فکر کنیم، 16.5 دقیقه 1000 دفعه استغفار میکنیم. 16.5 دقیقه. به 10 دقیقه شما 100 مرتبه میگیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. الله به یک دفعه زمین و آسمان رو پر میکنه. حالا فکر بکنیم که اگر 100 مرتبه گفته میشه چقدر هست. شما بریم به هر تاجری که از او دیگه سخاوتمند بیشتری نباشه بگیم رو 100 دفعه اسم تو رو میگم فلانی جان فلانی جان، 100 روپیه میده. چی برسه به 1000 روپیه، چی برسه به 10,000 روپیه، چی برسه که یک بکسی بگیم این پرپول کنه که رو 100 دفعه اسم تو رو میگم. اللهی که هیچ نیازی هم به ما نداره، الصمد بی نیاز، ملک الملوک، صاحب عرش و فرش،
بهشت و زمین و آسمان همه از اونه. بازم میگه بنده ما بیا مریاد کن، من تو رو یاد میکنم، تو حمد مر بگو، من بالاخره ارزش تو رو به صفوف ملائکه بلند میبرم، بین ملائکه تو رو وصف میکنم، به تو بهشت رو آماده کردم. پس ذکر امروزی ما چی شد؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این 100 مرتبه میگیم. ترک گناه، یک گناه دیگر باید ترک کنیم. ترک این گناه خیلی سخته، خیلی سخته. بعضی مسکینا بیچاره های معتاد شدن، میگن ببریم به شفاخانه، بالاخره باز میگه خیلی سخته ترکی ها. او که معتاد شده یک درد که خودی رو میکشه. الله همه معتادین شفا بده. مریضه. ترک گناه خیلی سخته، خیلی سخته. جزئی که ما به الله پناه بجوییم. ترک گناهی که بین جامعه امروز عادت شده، دروغ. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم می فرمایند ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ثم ویل له، او کما قال. ویل یعنی اشد عذاب، سخترین عذاب، چای جهنم. رسول الله می فرمایند چای جهنم از آن او کسی که میای سخن میگه، دروغ میگه تا مردم بخندن، به دروغ مردم رو میخندانه، جای جهنم. و میفرمایند ویل له ثم ویل له. عزیزان من، به شوخی، به مزاح، به جدی، دروغه. الا لعنت الله علی الکاذبین. آگاه باشید که لعنت الله بر دروغگویان هست. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میفرمایند اقبح الخلائق الكذب. بدترین خلقیه که دروغ میگه. علما میفرمایند که الكذب مفتاح کل شر، کلید تمام بدبختیات دروغه. چرا بین زن و شوهر جدایی میآید؟ چون در ابتدا دروغ بوده. چرا بین دو معامله‌گر جدایی میآید؟ چون دروغ بوده. چرا بین دو برادر جدایی آماده؟ چون دروغ بوده. چرا امروز همدلی نیست، محبت نیست، صفا نیست، صمیمیت نیست؟ چون دروغ هست. به این عزیزان من، الصدق مفتاح کل خیر. از این تا توان داریم ترک. حالا دیگه هم برای خود هم برای عزیزان ذکر سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم و ترک دروغ. اگه یک وقت کسی دروغی هم گفت، جا در جا استغفار بکنه و به یادی بیایه که در خانه الله من عهد و پیمان بسته کردم با الله که دیگه دروغ نگم. چون استقبال از رمضان هست، میخواهیم که ما به رمضان یک انسان صادق با محبت و صفا و صمیمیت انشاءالله پیش بریم. حالا از عزیزانی که قول میدن دست بلند میکنن. نعره تکبیر! پروردگارا تو شاهد باش، ما در خانه تو تصمیم گرفتیم که دروغ نگیم. اگر شیطان آماد ما را وسوسه کرد و زبان ما را به دروغ آلوده کرد، پروردگارا از تو میخواهیم که ما را از شر شیاطین جنی و انسی محفوظ بدار. بار الها پروردگارا مشکلات این جمع را آسان بگردان. پروردگارا کسانی که طلب دعا نمودند، خصوصا مظلومینی که به چنگال الظالمین هستند، پروردگارا مظلومین را از چنگال الظالمین نجات بده. پروردگارا این جمعیت خواهر و برادر، پیر و جوان خوشبخت دنیا و آخرت بگردان. ای بار الها پروردگارا از کلام تو صحبت کردیم، پروردگارا به حرمت قرآن، به حرمت و جایگاه کلام تو که عظیم و بزرگ است، پروردگارا مشکلات همه امت اسلامی خصوصا ملت افغانستان را پروردگارا مشکلاتشان را برطرف بگردان. جمیع مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. بار الها پروردگارا بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما، جوانان و جوانان ما را حفظ بفرما، پسر و دختر ما را بار الها حفظ بفرما. پروردگارا مردگان ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده، قبورشان را روضة من ریاض الجنه بگردان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. پروردگارا ما را به ماه بهار قرآن و نزول قرآن پروردگارا مشرف بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا